میخوام یه تغییر خفن بدم به ما. خسته شدم، یه ذره یه نواخت شده واسم. من خودم نمیدونم کوتاه کنم یا مثلا بذارم ما بلند شه. نمیدونم، میخوام بسپرم دست شما. ببین داوود جان، الان با توجه به مویی که روی سرت، یعنی قدش منظورمه، ما نمیتونیم هر مدلی برای سرت اجرا کنیم. مدل کوتاه دو تا مدل میتونیم، یکی مدل کراپه که صورتت مربعه و پیشونیت هم کوتاهه، مدلش برای صورت شما مناسب نیست. تو مدل کوتاه این میتونم پیشنهاد کنم، ولی تو مدل‌های بلند چون موهات کوتاه به عقب نمیاد و حالا من یه مدلی با توجه به این مویی که داری برات پیاده سازی میکنم که هم ترند باشه هم راحت بتونی خودت استایلشو بدی. بابت رنگش هم الان بهت مشاوره میدم. خب داوود جون چه رنگی می‌خواستی؟ این رنگ جز رنگ‌های گرم به حساب میاد. به پوستای گندمی خیلی میاد، مثلا به رنگ پوست من خیلی میاد، ولی به رنگ پوست شما صورت سفید، رنگ چشم روشن و صورت استخونی. اجازه میده خودم رنگو برات بذارم؟ داوود تغییرشو دوست داشتی؟ هم کوتاهی هم رنگ؟ عالی، اصلا همه چی عالیه. فکر نمی‌کردم اصلا اینقدر تغییر کنم. I swear to God. What she said? They say you gonna make mommy broke. Dang. What? They say I gonna make you broke. Cause you eat all my food. You eat all my money up. You got cheese like me. Okay, so I cut down on sugar for only 15 days and these were the results. I guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. I guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. یه دقیقه وایسا. نگاه کن یه خرچنگ بزرگی اینجا پاتونو میگیره ها. تک بپام اشکال نداره ببر بیرون. ای نکش تو دومون پلاتینه. تو دومون پلاتین. نگاه کن با یه ماهی مرکب اینجا اگر رنگ داد همه ماهیاتونو خراب میکنه. تو بالاتونه که رفسو. نذار حرف بزنه. نگاه کن وای مار برق داره. بذار حداقل یه بگیرم. ای گوشو هر چی دستشه نگاه کن. الان 2 کیلو ماهی خورد. 20 کیلوشو خوردم بعد. بابا خب گفتم 100 دفعه یه توالت توی این حیاط بزنین که وقتی آدم میخواد دوش بگیره پشت درمان از این زرزر در بزنن. بچه تو چرا انقدر قور میزنی؟ همینی که هست. مردم همینش هم ندارن. اگه همینش هم ندارن مردم پس مشکل دستشویشونو چجوری حل میکنن؟ تو به فکر مشکلات مردم نباش، مشکل خودتو حل کن. بچهای مردم مثل شما نیستن که دستشویی نمیرن. در حاشیه عشق بزرده هفت خوتا در حاشیه عشق بزرده در قوتا مکتوم همی قطعه مثلا هفت خوتا واضح چه کنی عمر تبه کرده ی هول با مر عافیت عشق هبش نه هفت خوتا آیگا باشی لذت کنی از بسری و سمعی این دو تا از دریای بله خوب شعر میگی آقا باشی خوب شعر میگی خوب آقا Ku cinta padamu, berikan cintamu juga sayangmu, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu menjemputku. Na man kuham, na tu dari
نه من غائب، نه تو پیدا، نه دور از هم نه همسایه، نه بالاتر نه هم پایه، نه آبادم نه ویرانی، نه من بنده نه تو خانی. محسن